بسم الله الرحمن الرحیم. بنده غریب پرکان هستم، مربی ژیمناستیک شهرستان چابهار و مربی این بچه هایی که اینجا هستند. پشت سرم داره میبینید مربی این بچه ها هستم و خیلی این بچه ها خیلی علاقه دارن به ورزش، مخصوصا ورزش ژیمناستیک. پاکی ناما سلام درود و درابات با شما گندوکم پایگاه ترورستانی معیار جلنه ما رو که میاتگه در مورد یک چهره ورزشی پدر ژیمناستیک بودیم گویی واده مبراتا که مرحوم خود کتا از نظر اخلاقی و ارتباطی که واده چطور که بوده یک گزاری به شما گندوکم پایگاه ترورستانی معیار جلنه بگیریم گما رو برو همراه بید واده سلام در دورو برابرت. سلام علیکم شما خدمت و گندوکانی خدمت سلام عرض کنم و انشالله که شما رو مردم که کلیپ بینده در صحت و سلامت کامل به شما خدمت هستم. سلامت باشید. واجه شما یک پدر ژیمناستیک بلوچستان که چند روز پیش فوت شد و میگه دکان رشته و شطر بزنن که چطوری چهره‌ای بودن، چطوری اخلاقی بودن و این که ارتباطی با شما رو کنید. بعد از در واقع پایان دوران فوتبالی وقتی ژیمناستیک هم در از ما کار بود. بعد به مربیگری رشته ژیمناستیک روی آوردگی و در این مسیر سالیان سال شاگردان خیلی زیاد تربیتی بوده و به مسابقات مختلف اعزام بودن، مسابقات مختلف را پیدا که با مهمتریه که کشوری هم شاگرد ما اعزام بودن. در اولین دوره المپیاد استعدادهای برتر ما کشوری دیم دادن با توجه به اینکه بالاخره آیتم هایی که در کشور اجرا بیان با توجه به امکاناتی که ما رو یه مقدار متفاوته، اما خود کارشناسان در مسابقات داشته واقعا هم کار مربی هم استعداد ورزشکاران در حد بسیار خوبی حالا مقامش خصم که در مسابقات مهمترین چیزی که در خصوص شاگردان استاد اگر قرار میشه این که استاد شاگرد مثلا از قشر ضعیف در واقع انتخاب بکنید. بعد از وقت داری ما همکار جمع بودیم در حال تیم‌های مختلف دارت بازی بودیم. واقعا استاد چون دارتی هم خوب بوده من باشته استاد تو همیشه دیگه تیمی بود، رقیب بود. تو من دیگه تیمی میاد تو همیشه دیگه تیمی بود. یعنی منی رقابت همیشه به خود مرحوم بوده، به خود استاد بوده و من ما شکست نداد. استاد هم آدمی بوده در بازی خیلی هیجانی مردمی بوده. یعنی وقتی بازی بوده باید هیجانی باید تو با کیف بوده. یعنی وقتی تو استاد دنبال مدالی هست. یعنی هرچی استاد همه دار بوده. یعنی وقتی ما رو شکست دادن دیگه همون یه دوری جته دیگه ما را روچ آسودهی آن روش نبوده. چه درست دیگه اگه ما استادش شکست بوده دم میده باید رئیس شکست والا رئیس شکست و استاد خیلی انسان شادی انسان خیلی با نشاطی فوق‌العاده دلسوزه. یه چیزی که استاد زندگی هسته و من روش بابت هم موضوع ناراحتم شکل من ارتباط با استاد نزدیک میشه صحبت رو با استاد بالاخره با توجه به مشکلات بهانه اداره هم ممکنه یعنی شبانه ما اداره کار چیزی بوده اداره چیزی بوده اداره موجود بوده کار تی اصل پشت به کاران سر یعنی مرا انچه خیر مرگ درست نیست راسته ولی بنده خدا که رواق میں واسطه ورزش چابار واسه مزن ضرری ای جایا کسی الله بهتر بزن الله سبحانه و تعالی وتی حکمت کسی گفت کا چطور کنه ما ایش بعید که به جای شی برسته بنده خدا خدمت چو شعر واسطه و ورزش واسطه یه معلم بوده خلاصی دیگه هرچی باشیم بازم کمه غریب واسه هم مدال و چیانی راسته بیتگم که اخلاقی بهترین دنیا تو گم بیتا چاور تو کا بهترین اخلاق استاد غریب بیتا و استاد غریب چی دیگه مردمان چی دیگه مربیان و سرپرستان چی دیگه اسپانسران چی ماستران واقعا با شخصیت مردمی بیتا دلسوز بیتا باز بی اندازه دیگه دلسوز بیتا بہت ہی ورزشکاروں